مقصدی هم ندارم، منفعتی هم دیگه ندارم. فقط دو چیز طلب میکنم. یکی رضامندی الله تعالی را آرزوم هست و تمنایم رضامندی پروردگار. دوم منافع مردم. منافع مردم برای من مهمه. اگر در دین دنیا من جان بدم هم من خوشحالم. مقصدی هم ندارم، منفعتی هم دیگه ندارم. فقط دو چیز طلب میکنم. یکی رضامندی الله تعالی را آرزوم هست و تمنایم رضامندی پروردگار. دوم منافع مردم. منافع مردم برای من مهمه. اگر در دین دنیا من جان بدم هم من خوشحالم.